روزی که وارد نتورک شدم با تمام منفی‌ها و تمام نشدن‌ها که تو ذهنم بود، یه روزی اون موقع لیدرها اومدن یه فیلمی برای من نشون دادن که یک شخص موفقی رو به من تصویرش رو به من بگن که این آدم ببین انقدر درآمد داره. تو این کلیپ از این طرف میپرسن که چی شد که موفق شدی؟ نگاه کرد دوربین و گفت موندم. و دوباره ازش پرسن ببخشید چی شد که موفق شدید تو این مسیر؟ گفت موندم. و من این سوال یعنی چی موندم؟ و اون لحظه وقتی دارم توضیح دادن فهمیدم که تو این تجارت یکی از اصول موفقیت ماندگاری و دوام آوردنه. شما تو این مسیر که میرید بارها شده مثل تک تک ماها مایوس میشید، خسته میشید، نمیشنوید. من هیچ وقت یادم نمیره روزی که دوستامو پرزنت میکردم، دوستای صمیمی من از اتاق پرزنت فرار کردن و من دنبالش میرفتم. یکی از دوستان به نام عباس بود، بهش میگم عباس خب باشه کار نکن، چرا آبرومو داری میبری؟ فرار کرد و از سال 90 که من ایشونو پرزنت کردم تا الان که 13 ساله با من قطع رابطه کرده. اما اون الان نگهبان یه شرکتیه و انشالله موفق باشه. نمیگم که میتونست کنار من باشه. هیچ کدوم از بستگان من با من همراهی نکردن، هیچ کدوم. اینو برای چی دارم میگم؟ برای تک تک شماهایی که میرید معرفی انجام میدید، خواهرم نیامد، داداشم نیامد، دوستم نیامد، لیستمون دیگه سوخته، کسی رو نداریم. ما تو عصر ارتباطاتیم. تو عصر ارتباطات شما هر روز میتونی با یک نفر ارتباط بزنی و با کارت آشناش بکنی. خانم عایشه حسینی گفتن این کار یک شب پولدار شدن نیست. با عزت خانم عایشه حسینی، اتفاقا این کار یک شب پولدار شدنه. چجوری؟ شاید 5 سال طول میکشه تا تو یک شب پولدار شی. شاید 10 سال طول میکشه اما تو یک شب پولدار میشی. تو یک شب رنگ الماست میخوره، تو یک شب رنگ الماس آبید میخوره، تو یک شب رنگ الماس سرخت میخوره. رنگ الماس سرخ من فکر کنم فرید ساعت چند خورد؟ 2 خورد، 1:30 خورد، 1:30 نصف شب خورد. فیلمش هستش، اصلا باورم نمیشد و انجام. پس میخوام بدم یه پروسه‌ای طی میشه تا یک شب اتفاق میفته تک تک شما پولدار خواهید شد، ثروتمند میشه. اما برای رسیدن به اون پولی که تک تک ما پرزنت شدیم و اومدیم اینجا، باید یه مسیر شخصیتی رو طی بکنیم تا برسیم که لیاقتش رو داشته باشیم. ببین اون آدمی که موفق شده، اون آدمی که ان تومن درآمده شاید از تو بالاتر بوده، فکر نکن که الکی اومده این اتفاق. اون مطمئنا وقتی بری باهاش صحبت کنی داستان شخصی برات میگه که بهت بگه بابا بمون، منم مثل خودتم. اگه من فرزاد کیوانی که کارمند آموزش پرورش بودم، اگه من فرزاد کیوانی که وقتی پرزنت شدم تا ساعت 8 شب اداره بودم و وقت نداشتم بیام، باید اضافه کار وای میستادم، اگه من فرزاد کیوانی که بهم میگفتن برو نونوایی روبرو خونه نون بخر، خجالت میکشم نونوایی نمیرفتم نون بخرم، اگه منی که تو زندگی شخصیم همه بهم میگفتن این آدم خجالتی، یادم حالا بهم میگفتن دختر خونه. آره دقیقاً همین که الان اینجا نشسته وایسا داره با تو حرف میزنه، من نمیتونستم با 10 نفر حرف بزنم. تو یکی از جلسات لیدر من قبلا که وارد شده بودم واسه 10 نفر به من گفت برو صحبت کن. 10 نفر. من فقط آویزون دست و پاش شده بودم، خواهشاً من نرم صحبت کنم. تن و بدنم میلرزید و تنها چیزی که وجود داشتی که میگفتم چی برم بگم. و یادمه شاید 5 دقیقه 10 دقیقه فقط معرفی کردم خودم، من فرزاد کیوانم. میلرزیدم، من فرزاد کیوانم، نمیدیدم چی اتفاق. و وقتی را دویدم فرار کردم. نتورک مارکتینگ اولین موهبتی که به من فرزاد کیوان داد که وایستادم میتونم توی یه سازمانی که یک روز آرزوم بود، یک روز رویام بود، داشتم صحبت کنم. پس اگر من با تمام این مسائل و در حال حاضر با داشتن داماد، نوه، دختر، پسر، خانواده تونستم، قطعاً تو میتونی. قطعاً. فقط باید اینو بدونی روزی یه دونه معرفی، روزی یه دونه اقدام به فروش، بقیهش مال خودت. برو به زندگیت برس، نیاز نداری. ما فقط اینو باید بدونیم که تو سازمانمون چه قالبی داریم درست میکنیم.
آیا تو قرار منو ببینی که بگی خب اگه فرزاد کیوان این سال طول کشیده، اگه سلمان نمدبال این سال طول کشیده، اگه سحر کمالی، ندا، سیاوش، همه آدم‌ها این سال طول کشیده، پس من هم باید اونقدر طول بکشه؟ نه، قالبتون ما نشیم. نتورک 6 ماه است رفقا، 6 ماه. نتورک از الان تا 6 ماه دیگه روزی یه دونه معرفی، روزی یه دونه اقدام به فروش و سلام. همین، به شرطی که خالی کنی، فقط هدفتو نگاه کنی. تو مسیر 1000 تا داستان برات پیش میاد، آره، که حواستو پرت کنه، بگه نه یا. چرا؟ چون 30 سال، 25 سال، 40 سال ما وصل شدیم به افکار منفی که از بچگی به ما گفتن تو نمیتونی. وقتی میخواستن غذا به ما بدن بخوریم میگفتن این غذا رو نخوری لولو میدن بخورتت، نکن نمکی میبرتت. یادم هیچ وقت نمیاد یه بار زدم لیوان آب رو ریختم، چنان کتکی واسه اون لیوانه خوردم که هنوز که یادمه. چرا؟ چون همیشه دنبال این بودیم نکنه اشتباه بکنیم. برای همینه که اگه الان میخوای بریم معرفی کنی میگی نکنه لیدرم بگه چی شد، نکنه برم نشه. بذار نشه، تو اقدامتو بکن. تو مهرتو رو آدمی که میخوای بزنی که معرفی کردی انجام بده. چه میدونی 6 ماه دیگه شاید اون آدم جای دیگه معرفی به کار بشه، بعد تلفن رو ورده بگه فلانی هنوزم داری کار میکنی؟ و تو بگه من یه جا دیگه پرزنت شدم، از تو بهتر منو پرزنت کرده، اما میخوام با تو کار کنم. پس خواهشاً پیش‌داوری رو آدما نکنی، چون اگه راجع من پیش‌داوری میشد من نبودم. من تا 35 سال که سنم گذشته بود، تا 35 سالگی خودم بازار تهران رو 1 بار رفته بودم رفقا، 1 بار. من آریا شهر تهران رو خب 2 بار یا 3 بار رفت، فکر می‌کردم مسافرته، چون اونجا پرزنت شدم، فکرم مسافرته. اما الان تو این چند سال چندین با این شهر و اون شهر و این شهر رو رفتم. نتورک اینه، میوه آخر نتورک پوله. میوه آخر، اول چیزایی به ما میده که ما رو آماده کنه برای اون پوله. چون مطمئنا اگه به من فرض کنم شاید 1 میلیارد تومان پول بدن نتونم خرجش کنم، نمیدونم چی کار کنم، شاید چه برم آدم بکشم، نمیدونم. میدونی چی بهت میگم؟ پس اول لیاقت تو میبره بالاتر.